اینجا فقط 4 ساعت فاصله داره به شهرستان آبادان. اینجا روستای زیبای رباط هست از شهرستان باغملک. بعد از 4 ساعت رانندگی رسیدیم به رباط، یه روستای باصفا و قدیمی که 10 کیلومتری باغملکه. مغازه‌هاش قدیمی، مردمش ساده و مهربون، انگاری رفتی توی یه قصه قدیمی. کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست فقط دوست داشتن محضه. رفتیم سر یکی از باغا که لب رودخونه بود. هوا بس که گرم بود تا رسیدم با همون لباس بریدم تو آب. وای که آبش چقدر خنک و دلچسب بود. بعدش نشستیم دور همی با خانواده رفیقم شام زدیم، کلی خندیدیم و بازی کردیم. همه چی گل و بلبل بود، جای همه شما خالی.